سلام، امیدوارم ویدیو قبلی رو دیده باشید چون موضوع ویدیو امروز تو ویدیو قبلی گفته شده. موضوع ویدیو امروز اینه که چطور از یه ادمین فریلنسر تبدیل به یه ادمین بیزینسمن واقعی بشیم. میپرسید چرا این ویدیو مهمه؟ بابت اینکه شما از یه جای به بعد دیگه یه ادمین معمولی نیستید. شما میتونید یه آژانس مدیریت پیج بزنید. یاد میگیری چطور تیم بسازی، کارا رو برون سپاری کنی و درآمدت چندین برابر کنی. تو دیگه به جایی که وقتت رو بفروشی داری یه برند واقعی میسازی. تا حالا شده اینقدر سرت شلوغ بشه که وقت نکنه حتی جواب همه مشتریاتو بدی، یا حس کنی داری بیشتر از چیزی که درآمد داری زحمت میکشی. این صدا لذت بخشترین صدا واسه ادمیناست. یه گروه از ادمینا هستن که حتی بدون اینکه خودشون مستقیم کار کنن هر ماه درآمدشون بیشتر و بیشتر میشه. راز موفقیتشون اینی که میگمه. اگه نمیخوای همیشه ادمین بمونی یا درجا بزنی و میخوای یه برند خوب برای خودت بسازی، پس این ویدیو رو از دست نده و تا آخرش همراه هم باش. بریم که مراحل تبدیل شدن به یه بیزینسمن واقعی رو بهتون بگم. مرحله اول، تغییر ذهنیت فریلنسر به کارآفرین. وقتی تو یه ادمین فریلنسر هستی قطعا سختی‌های زیادی رو تحمل می‌کنی، ولی وقتی یه ادمین بیزینسمن یا یه تیم رو داری مدیریت می‌کنی قطعا خیلی کارا واسط راحت‌تر میشه و کلی میتونی پروژه‌های متفاوت بگیری و درآمدت رو به اوج برسونی. اولین چیزی که باید تغییر بدی ذهنیتته، طرز فکرته. اگه می‌خوای یه بیزینسمن واقعی باشی این نکاتی که بهت میگم رو رعایت کن. یادداشت کن. به جای اینکه فقط یه اجرا کننده باشی، باید یه مدیر باشی. به جای اینکه روی پروژه‌های کوچیک تمرکز کنی، دنبال پروژه بزرگتر مشتری‌های سازمانی باش. به جای اینکه خودت همه کارا رو انجام بدی، یاد بگیر چطور کارا رو به دیگران بسپاری و مدیریتشون کنی. مرحله دوم اینه که چطور یه تیم بسازی. تو باید یه گروه از ادمین‌های متخصص رو دور خودت جمع کنی. ادمین تبلیغات، ادمین فروش، ادمین تولید محتوا، ادمین تعامل، ادمین آنالیز داده. حالا که طرز فکرتو نسبت به شغلت عوض کردی، حالا باید برای خودت یه تیم بسازی. داری میگی چطوری؟ پس گوش کن. ادمینای دیگه رو پیدا کن، کارهایی که زمان زیادی ازت میگیره رو به اونا بسپار. یه گروه از طراحا، نویسنده‌ها، تبلیغچی‌ها بساز تا خدمات حرفه‌ای رو ارائه بدن. پروژه‌های بزرگ بگیر، کارا رو بین تیمت تقسیم کن. من الان دارم 15 تا پیج رو مدیریت میکنم، ولی اگه تیم نداشتم این اتفاق نمیافتاد و این کار برای من خیلی دشوار میشد. بیا بهت یاد بدم راهشو. به جایی که خودت 10 تا پیج رو مدیریت کنی، یه تیم بساز که بتونی 100 تا پیج رو مدیریت کنی و درآمدتو بالا ببری. این پیج منو برند منه. حالا که تیم داری وقتشه که برندتو بسازی. یه اسم حرفه‌ای برای خدماتت انتخاب کن، مثل من که اسم آراها انتخاب کردم. یه پیج و یه وبسایت برای آژانست بساز. نمونه‌کارهای تیمی ارائه بده که حرفه‌ای به نظر برسی. شروع کن به تبلیغات هدفمند تا بتونی مشتریای بیشتری جذب کنی. وقتشه که برند قوی بسازی، نه تنها مشتری‌ها میان سراغت، بلکه دیگه نیاز نیست خودتو تو جزئیات غرق کنی. بخش چهارم، طراحی مدل درآمدی پایداره. اگه میخوای بدونی یعنی چی، همراه هم باش. حالا وقتش که درآمدت رو به سطح بعدی ببری. جای اینکه فقط به پروژه‌های کوتاه مدت فکر کنی، مدل درآمدی تو پایدار کن. پلن‌های اشتراکی ماهانه طراحی کن که مشتری‌ها هر ماه بهت پول بدن. خدمات VIP ارائه بده تا مشتری‌ها بزرگتری سمتت بیان. به جایی که فقط اجرا کنی، به پیج‌های کوچیک مشاوره بده و پول بیشتری بگیر. وقتی به سیستم درآمدی پایدار برسی دیگه نیاز نیست نگران باشی که ماه بعد پروژه داری یا نداری. حالا رسیدیم به این سوال، چطور اولین قرارداد آژانس مدیریت پیجت رو ببندی؟ تو الان دیگه یاد گرفتی از یه ادمین فریلنسر تبدیل به یه ادمین بیزینسمن بشی. در کلیپ بعدی بهت یاد میدم چطور اولین قرارداد حرفه‌ای تو ببندی. پس پیجمو سابسکرایب کن، زنگوله هم روشن کن، ویدیوهای بعدی رو از دست نده. ویدیوهای قبلی هم حتما نگاه کن. خدافظ.